سلام بچه‌ها، خیلی خوش اومدیم به یه ویدیو دیگه از کانال هامیسا. اینجا رشت بولوار منظریه، همینطور که پشت من داریم میبینین بهترین هتل رشت توی خیابون منظریه به اسم هتل کادوسه که اومدیم امروز با هم دیگه خیابون منظریه رو با هم قدم بزنیم و به شما نشون بدیم. بیاین بریم. خب بچه‌ها اینجا اول بولوار منظریه است، همینطوری که می‌بینید سمت چپ خیابون ورزشگاه عزودیه که بازی‌های داماش و سپیدرون اینجا انجام میشه. چند هزار نفره است. البته ما پشتشیم، مشخص نیست، ورودیش از اون ور خیابونه. تعدادشون میدونی چند نفر؟ نمیدونم، ولی ما ورزشگاه خوبیه. آره. آره. سمت راستمون هم دانشگاه گیلان رو داریم که یکی از دانشگاه‌های خوب رشت، البته یه شعبه‌اش اینجاست، یه شعبه دیگه‌اش توی جاده تهرانه. این هم خود بولواره. به نظر من یه بولوار خوشگله که قدم زدن توش واقعا لذت بخشه، سرسبزه. من دوست دارم اینجا رو. یکم به ما دوره ولی خب من واقعا دوست دارم خیابونو. خیلی کافه و رستوران‌های خوبی داره اینجا. بعد یه ذره جلوترمون یه دونه پارک بانوانه که توش پر گربه است، یعنی یکی از فیوریت‌های منه توی پارک‌های رشت. برای فیلم برداری من فکر کنم تو باید بری داخل یه خورده از گربه‌ها به فیلم بگیری برگردی. ببینم میتونم برم. آره. من یه زمانی خیلی میومدم این پارک چون نزدیک بود موقع به خونمون، ولی خب دیگه الان دور زیاد نمیتونم بیام، ولی خیلی وایبش رو دوست دارم. رفقا چطورید؟ امیدوارم که خوب باشه. به خاطر استقبال خوبتون از مناطق رشت تصمیم گرفتیم منظریه رو به شما نشون بدیم. اگر تا الان که اگر کانال ما رو دوست دارین، ویدیو رو دوست دارید، ممنون میشم کانال رو سابسکرایب کنید، ویدیو رو لایک کنید تا بریم بعدی. آتوسا یه سوتی داد، حالا براتون میذارم. یه جا گفتش که خواست ورزشگاه رو معرفی کنه، گفتش که ورزشگاه آزادی شعبه 2 تو رشت منظریه. تا اینجا اول بولوار منظریه است. خب که اون سمت خیابونمون ما ورزشگاه آزادی رو داریم. همینو خواستم بگم. بریم بولوار منظریه رو ببینیم. یه خیابون مستقیمه بچه‌ها، اینجا هم دور میشه میرن میان، خیابون باحالیه. یه رستوران و کافه خیلی خوب اینجا جلو، دیزاینش خیلی قشنگه. من یه بار با یکی از دوستام رفتم، اسمش نمیدونم ماژه یا مزه است، یادم نیست. این کافه رو میگفتی؟ دایی جان خسته نباشی. مخلصم، قربونت، خسته نباشی. اونور خیلی کافه های خوبی داریم. یکی که بانانه که یه شعبه‌ش هم اینجاست. کافه رئیس که از کافه های قدیمیه اینجاست. آره. یه کافه دیگه هم اونجاست، کام کافه. یه بار با کتی رفتیم صبحونه اینجا، خیلی خوب بود. این هم که چیزه مبلو ایناست. و امیز یعنی چی؟ امیز نمیدونم، اگه توصیه دیگه، نه امیز. امیز نیست، اویمیز اگه بود نه ما میگیم دیگه، آذری‌ها میگن امیز. امیز یعنی خونمون. آخه میشه اویمیز، وشو حذف کرده دیگه. اویمیز نوشتاریشه ولی تو گفتاریش میشه امیز. نمیدونم، اینو نشیده بودم. نمیدونم حالا ولی خب اویمیز میشه خونمون دیگه. این فروشگاه دلفین هم خیلی قدیمیه، میدونی؟ جزء هایپر مارکت های خیلی قدیمی رشته. این نمای این کوچه هم جزء کوچه های خوب و با صفای منظریه است. یکی دو تا کوچه خیلی خوب داره اینجا. یکیش کوچه مازیاره. حالا اگه شد اینجا هم بریم یه ویدیو بگیریم. بچه‌ها این هتل معروف رشته، هتل کادوس، در واقع میشه گفت بهترین هتل رشت همینجا. توی اینجا خودش یه سری مغازه ها داره
و اینکه هم کافه داره هم رستوران داره. رستوران شکم الملوکش خیلی خوبه غذاهاش و فکر کنم چیزم داره نه استخر و اینا رو داره. آره زم تنیس هم داره. اونم یه کافه است چی اسمش؟ اونم کافه استانبول خیلی خوشگله. اون بالاش اون یه دونه اتاق تک داره. البته خودم دارم درستش میکنم. خیلی ویو خوبی داره. بچه این هتل 3-4 تا جای خوب داره. رستوران سنتی داره و کافه خیلی خوشگلی داره. عرضم خدمت شما که یه دونه زمین تنیس خیلی خوب داره و استخر روباز هم داره که خیلی هم فعاله. حالا هوا سرد بشه دیگه بسته میشه. و اینکه بهترین هتل رشته دیگه. شما اکثر حالا مهمونای ویژه تیم‌های فوتبالی هم که میان اینجا بهشون اقامت میدن، چون هم نزدیک به ورزشگاه، هم که ورزشگاه آزادی، هم که خب لاکچری و به اصطلاح خوبه دیگه. اینجا هم کافه چیز داره، یه کافه سنتی. حالا ما دیگه یه بار میایم براتون داخلش هم فیلم. اینجا هم میدونه بچه مجموعه ورزشی داره که ناکنید داخلش رو زمین داره و پینگ پونگ و اینا. میان اینجا ورزش میکنن. خیلی باحاله. خب اینجا کجاست آتشا خانوم؟ اینجا هم که پارک بانوانه، ولی خب ورود آقایون ممنوعه دیگه. این هم یه دریاچه چیزه، یعنی دیگه شده فاضلاب. دریاچه بوده شده فاضلاب. متاسفانه میتونست خیلی قشنگ باشه ولی متاسفانه شده فاضلاب. اینجا هم پارک بانوانه. اصلا این تابلو چیه؟ مجسمه مادره؟ نمیدونم بتونم دارم ورزش و اینا میکنن، شاید اوکی نباشن با ویدیو گرفتن، ولی خب فضا خیلی خوشگل داره. میخوام ببینم میتونم از گربه ها حداقل بگیرم. نظرت من چیه؟ بمونم بیرون؟ آره بذارم من میتونم بگیرم از گربه ها. خیلی گربه های خوشگل داره. باش. بچه ببینیم که گربه داره اینجا. اینو ببین خیلی همین چی که دسته. خیلی پارک خوشگلی اینجا، ولی خب چیزه بر خانوماست فقط. بعد خانوما اکثرا مثلا میان اینجا ورزش و اینا، یا مثلا یکی تولدشه حالا دور همی و اینا میان اینجا. خیلی جای باحاله. حالا شاید اوکی نباشن با ویدیو دیگه نمیگیرم بیشتر از این. خیلی خوشگله. حمیدو از دست دادیم. هلو. همون ورودش یک عالمه گربه بود گرفتم. گربه رو گرفتی؟ میدونی خیلی خوبه اینجا جا افتاده که هر کی میاد پارک، هر کی که نه خب اکثر آدما واسه گربه ها غذا میارن، بعد بهشون غذا میارن. یه دونه بود اینقدر بود، انگار تازه دنیا آمده بود. بچه ها این منظری یه خوبی داره گفتم، چون مستقیم خیابونه. صبح هم برای ورزش میاد، برای قدم زدن میاد، برای دور دور میاد و کلی هم رستوران های خوب و خوشگل داره، کافه های خوب داره و واقعا جزو خیابون های خوب و گرون رشته. درسته؟ آره ولی خب چون که به گلسار دوره یه ذره دور افتاده. آره. من دو تا منطقه خوبه ولی آره اینجوری منطقه آدم‌ها دو دستن. دورش مثلا اگه بخوایم تقسیم بندی کنیم شاید دو دستن، یه دسته هستن که مثلا عاشق اینن که گلسار باشن، سمت گلسار باشن،
و یه دسته دیگه هم سمت منظری و خیابونای اطراف منظری. یعنی کلا انگار شهر دو دسته شد از نظر من. البته شاید اشتباه باشه نمیدونم، ولی مثلا کسایی که سالها گلزار زندگی کردن این واسهشون یه خیلی دوره و همینطور برعکس من طوری فکر میکنم، چون واقعا مسافتشون با هم دوره. البته کل رشت مسافتش خیلی زیاد نیست، یعنی شما مثلا تو نیم ساعت میتونی اینجا برسی تا اون ور شهر اگه ترافیک نباشه. البته که الان همه جا دیگه ترافیکه. اینجا قبلا یه بستنی فروشی با خود نبست، یه بستنی فروشی بود قبلا اینجا گرم کرده. یه بستنی فروشی بود، بستنی با ماست میداد، خودت پر می‌کردی. آره. بچه ما دیگه داریم با شما قدم به قدم خیابونا رو قدم میزنیم به عشق خود شما. اگه تا الان از ویدیو راضی بودید ممنون میشم. اگه دوست داشتید ویدیو رو لایک کنید، کامنت و سابسکرایب کنید، خیلی خوشحال میشیم. پردای خونمون رو ما از اینجا گرفتیم، فرزاد، درسته؟ یادش بخیر. یه کافه مشتی طوری هستیم، یه چایی چیزی ها. حالا اگر باشه که میخوریم، نباشه که مهم نیست، نمیخوریم دیگه. یه نکته هم که آتوسا همیشه علاقه داره جایی که هستم بگه اینه که طلا فروشی اینجا زیاده. اینجا یه راستاش، یعنی یه قسمت راستاش یه قسمتش پر از طلا فروش. یه دونه پیتزا فروشی جدید زدن اونجا، آلبرو. دیدی؟ آلبرو. آره میگن خیلی پیتزاش بالا، من نیومدم که دوست آمده بود. یه تقریبا ما داریم به انتهای بلوار نزدیک میشیم و انتهای بلوار هم بچه‌ها یه دونه هتل دیگه هم هستش که هتل پردیس اسمش. کیفیت هتل کادوس رو نداره، حتی فکر کنم وضعیتش جالب نیست، یعنی هم از لحاظ قیمتی هم از لحاظ امکانات چیز جالبی نیست، ولی خب هتل قدیمیه دیگه، جزو هتل‌های قدیمی و خوب برای قدیم. البته رشت اسمش چیه؟ بچه اینا عنابه. خب عنابی که همونی که کیلویی چند بود؟ 200 تومن، همونی که سر سفره حبسه میذارم. آره رسیده‌شه. نه من نمیدونم. بچه اگر کسی اطلاع داره خوشمزه، این کالش خیلی تو خوشمزه. کامنت ها بهمون بگید. گفت اسمش عنابه. این گفت عناب، گفتم منظورتون هم عنابه؟ گفت آره. میدونی یه طعم گس داره، خیلی خوشمزه. من فکر کنم یه بار شهرداری خریده بودیم، این اون نیست. بچه یه دونه اینجا لوازم تحریری خیلی قدیمیه. من یادم اون موقع همیشه چیز میخواستم، دفتر و اینجور چیزا میخواستم، میمدم از این میگرفتم. فکر کنم هنوز هم هست، فابرکاستر بود اسمش. الان این هتل رو هم اصلا نشون بده. بچه اینم یکی دیگه از هتل قدیمی رشته به اسم هتل پردیسه که خب از نظر درجه بندی هتل کادوس از این خیلی بهتر و بزرگتره. ولی خب اینم قدیمیه و خب اینم خوبه. یه هتل دیگه هم هستش یه ذره جلوتر. نه چیز پامچال. آره هتل پامچال هم یکم جلوتره که اونم باز قدیمیه. اون ور خیابون مسیر رو بچه اینو میگم خیلی باحاله. بچه اینجا دیگه انتهای منظریه میشه، بلوار منظری اینجا تموم میشه و الان ما میخوایم بریم از اون ور برگردیم، مغازه اون ورم به شما نشون بدیم
و اینکه برگردیم سمت ماشین. بچه یه رستوران دیگه که تورش خیلی معروفه و قطعا اسمشو همتون شنیدین، رستوران محرمه که از رستوران خیلی قدیمی رشته که دقیقا این یه ذره جلوتر از بولوار منظری میریم همین قسمته. معمولا هم شلوغه ولی خب نظر شخصی ما میخوام بگم کیفیتش نسبت به قبل خیلی تغییر کرده، یعنی قبلا خیلی بهتر بود. مثلا اینه که اینقدر رستوران خوب اومده آره توقع اون بالا رفته، آره دیگه اون معروفیتش کم شده و یعنی همچنان من حتی دوستانی میشناسم که همچنان تعصب دارن و میگم محرم مثلا از همشون بهتره. خب خیلی قدیمیه. یه چیز دیگه هم، یه دونه دیگه هم هست محمود داداششه. آره یه دونه دیگه هم هست محموده که اونم خوبه، اونم قدیمیه. 13 شهریور امروز و هوا خیلی خوب شده، خنکش یعنی شرجیش کم شده و واقعا ساعت 6 میای اینجا قدم میزنید هم هوای خوب و کلا حال هوای خوبی داره دیگه، لذت بخشه. این مبل برنز یکی از قدیمی ترین مبل فروشی های رشت و در واقع همین منظری است. همیشه هم تو تخفیفه. کسی نمیخره. نه بابا می چند سال داره کار میکنه مگه میشه؟ حتی تا الان مونده فروش داشته که مونده دیگه. چه مغازه‌ایه؟ بچه قبلا اینجا این کوکی فروشی بود، کوکی های از اون میگن کوکی لاهیجان، ولی خب برای همین رشت هم هستش. خیلی کوکی خوشمزه داشت به اسم کوکی ماورا، ولی الان چندین سال دیگه جمع کرده کلا نیست رشت، فکر کنم شعبش تو همون لاهیجانه، ولی واقعا کوکی هاش خوشمزه بود. دوست داری کوکی؟ الان شده آقای کوکی از این خونه ماست. آره اون کوکی ماورا دیگه ولی نیست. میدونستی قبلا اینجا خونمون بود؟ اینجا خیابون تابان شماله تو منظریه. بعد ما اوایل که اومده بودیم رشت یه مدت خونمون اینجا بود تو این خیابون. بعد تو این خیابون همه چی هست، این مثل یه بازارچه هست، خیلی باحاله، همه چی دور و برش هست. جزو خیابونای خوبه منظریه. آره خیابونای خوب فرعی شده. دقیقا مثلا سوپرمارکت هست، نمیدونم کفش فروشی هست، لباس فروشی هست، هر چی بخوای هست. آره لباس سنتی رشته، گیلانه، کلا لباس گیلانیه. این همون پارک بانوانه که ما اون ورش بودیم. پایین‌تر هم که هتل کادوسو می‌بینیم. این ورم پارک آقایان. یه تیکه پارک درست کردن. ولی خب خوبه دیگه. کلا دقت کردیم خیابون گربه چقدر زیاد داره. کسایی اتفاقا شما رفتی داخل، سه تا خانم اومدن بیرون، یه بچه گربه بیرون مونده بود، دختر گربه رو برداشت برد. اصلا من فکر کنم میارن ولی خب خیلی هم گربه مریض زیاده ها. چقدر غروب خوشگله بچه‌ها، ببینید خدا وکیلی. محوطه خیلی جالبه بچه، خیلی محوطه بزرگیه و آخر سرم نفهمیدم آلسو اینجا چی میخوان درست کنن. هر سری یه چیزی درست میکردن، الان هم همینجوری مونده. البته خب من خیلی وقت ندیده بودم، شاید میخوان کافه یه چیزی بزنن. نه اینجا پیتزا کارده، یکی از پیتزا فروشه خیلی قدیمیه این خیابونه، خیلی قدیمیه و همچنان هست. تا بار غذا خوردی اینجا؟ من 2 بار اومدم
ولی برای عهد بوق بد نبود. این هم که خود استانبول اینجاست، استانبول کافسی. خیلی تینیجیه. من یه بار اومدم با آتسا، من خوشم نیامد، خیلی شلوغ بود، در هم بر هم بود، ولی مشتری داره دیگه، قدیمیه. این فروشگاه دلفین جزء فروشگاه قدیمیه، نه آسا؟ فروشگاه زنجیره‌ای دلفین. حتی یه دونه هست زنجیره‌ای هم نیست؟ یه دونه است، درسته؟ اینجا هم کافه رایسه. بچه اینجا هم کافه هست. حالا ما از وسط نمیریم یا از وسط بریم، از مردم فیلم نمیگیم که از دوست نداشته باشن. خب ما دیگه رسیدیم به نقطه آخر. ماشین همین پایین‌تر پارک کردیم. الان اومدیم یه کافه یه سفارش بدیم. البته آسا سفارش داد، من احتمالاً برم بستنی سفارش بدم. قهوه خوردم. یه سوال داشتم، این که به نظر تو چیزی که گفتم قبل تو ویدیو این بودش که اینجا بیشتر لاکچری به نظر میرسه نسبت به گلسار. شاید هم بخاطر اینه که این بلوار همش ترتمیزتره، ولی گلسار یه جاهاش بده، یه جاهاش خوبه. کلا خوبه، ولی اون ساختار محلیشو به نظرم شهرداری زیاد اهمیت نداره. حتی تو کامنت ها بود گفتش که یکی از شهردار انتقاد کرده بود که چرا جدولا خرابن، راستم میگفت. آره اینجا به نظر من بیشتر لاکچری بود تا ببین چون اینجا یه خیابونه، خب و این یه خیابون خیلی ترتمیز و شیکه، مثلا خیلی مغازه‌های خوبی داره، خود بولوار درخت و ایناست، خیلی شیک و ترتمیزه. ولی خب گلستان خیلی بزرگتره، بعد منطقه بندیه، یه منطقهش می‌بینی خیلی شیک و تمیزه، یه منطقهش نه. و اینکه من فکر می‌کنم کسایی که مثلا همیشه سمت گلستان زندگی کردن اینجا نمیتونن زندگی کنن، و برعکس کسایی که اینجا همیشه بودن این اطراف بودن اونور دیگه براشون دوره و سخته و اینا. منتها کلی بخوام نظر بدم، من اینجا هم دوست دارم. خب اینجا هم دوست دارم و به نظر من واقعا اینجا هم شیک و ترتمیزه. و یه چیزی که توی رشت خیلی واقعا بده، همه جا هم هست، آسفالت های خیابونه. یعنی آسفالت های خیابون رشت افتضاح. و اینجا جا داشت که این انتقادو بکنم. اینو قبول دارم، افتضاحه و امیدوارم درست بشه. این بانان رو گرفتم ویدیو شده، بچه‌ها ببینید یه لحظه این بانانو. این شعبه منظریش، البته شعبه دیلمانش رو فکر کنم نشون دادیم بهتون. بچه‌ها انقدر نوناش با کیفیته، بعد همه چی داره، یعنی هر چیزی احساس بکنید میشه پیدا کرد برای خوردن. بانان هست، ساندویجا، نون، شیرینی، کیک، فلان، بیسار عالی. خب دیگه من یه آیس لته سفارش دادم، منتظرم که بیاد و جلوتر میخوایم بریم. حمید میخواد بستنی بخوره، من فعلا تو ترک چیزم، تو ترک چیزای شیرینم. من میل ندارم، اگه نه قهوه میخوردم، چون الان به حسشی میل ندارم. خب این بستنی فروشی هم بستنیش خوشمزه است. آره اینم قدیمیه. بعد دیگه همین دیگه بچه‌ها، امیدوارم که این ویدیو هم خوشتون اومده باشه. مرسی که تا آخر ویدیو همراهمون بودین. اگر که این ویدیو رو هم دوست داشتین بهمون بگین تو کامنت ها و لایک و کامنت و سابسکرایب هم مثل همیشه یادتون نره. مرسی، دمتون گرم، مواظب خودتون باشید. خداحافظ.